از سال 1342 در کنار قیام اسلامی مردم به رهبری روحانیت، گروهک‌های کوچک وابسته و منحرف نیز با کشیدن حصار تشکیلاتی به دور خویش مشی مسلحانه را پیش گرفتند. اما از آنجا که حرکت خویش را بر طبق موازین اسلامی شکل نبخشیده بودند، ناچار در مقابل عملیاتی که علیه رژیم وابسته شاه انجام می‌دادند، ضربات زیانبارتری بر پیکر مردم و مبارزات اصیلشان وارد می‌کردند. مردم ما اگرچه در گذشته به خوبی امروز از پیچیدگی‌های سیاسی و مکتبی آگاهی نداشتند، اما به خاطر عدم حمایت امام از آنها هیچگاه در مسیر منافع این گروهک‌ها قرار نگرفتند و اگر احیانا عناصر صادقی ناآگاهانه و یا از روی برنامه برای شناخت و همکاری با آنها تا حدودی به چنین جریاناتی نزدیک می‌شدند، با مشاهده انحرافات فکری، اخلاقی و عملی موجود در این جریانات از آنها دور می‌شدند و یا در مقابلشان قرار می‌گرفتند. چرا که وحدت در تشکیلات و وحدت در مبارزه تنها در گرو وحدت در ایدئولوژی است. Is on the line, sir. Yes. Hi, James. I'm coming right to you now. Yeah. Goodbye.
نه تو نازی الان میریم پیش بابا بهت قاقا میده. جناب سروان شما خودتون هم زن بچه دارین، بالاخره اونا هم نون میخوان. شما خودتون شوی ما بذارین، خب آدم مجبور میشه دیگه. حرف نزن ببینم. چشم. خب بعدش غلط کردم جناب سروان، اگه یه دفعه دیگه بازار سیاه درست کردم حتی شما ساکت باش ببینم. مگه نمیبینی دارن تلفن میکنن؟ من شاکر تلفن کردنشون هم هستم، ولی تو هر بلیط مگه چقدر واسه ما مونده؟ خفه شو. میگفتی تو یه چیزی بگو. بلیطا رو بده سرگروهبان، اینم ردش کن بره گمشه. پاشو بریم. سرکار جون من که بهت گفتم بی تقصیرم، ما که عمل رقم کوچیک شما بودیم و هستیم. خدا عمرت بده. خب اون قضیه رو خودم دنبالشم، حتما درست میشه. بیا تو ببینم کیه، بعدم خودم بهت زنگ میزنم. خداحافظ. قربان اینم اعلامیه. بقیه‌شو جمع کردین؟ تا اونجایی که شده بله. پاسمان احمدی دنبالشه. چند تا مأمور فرستادم محل، باید تا حالا رسیده باشن. تو کسی رو ندیدی؟ آدم مشکوکی رو ندیدم قربان. بله قربان. متن این اعلامیه رو فوراً تلفن گرام کنید و بعداً با پیک بفرستین مرکز. شما برین گزارشتون رو بنویسید. چشم. اسمان آقا. بله قلیون ما چی شد بابا؟ خوبه دیگه، زغالشو بذار. دارم میذارم دیگه.
بفرمایید. دست شما دارم. یکی مگه نمیبینی هنوز چای جلو؟ من دنبالت کردن که همجور چایی میاری. بذار من اینو بخورم بعد یکی دیگه شما برده بیاد. این نچین بغلم نوکرتم. فکر میکنی اینجا قهوه خونه تنبله که از صبح تا شب با یه چای پلاس باشی؟ دیدی سر ما داد نزن نوکرتم. دیدی حالا اومدی یا نسازی؟ من که در روز دوست چایی بخورم. شما نمیبینی اینو کی بود شما؟ ای بابا اسمال آقا به حواست کجاست؟ چای ما چی شد آخه؟ این کی اومده؟ نیکسونه دیگه خنگه. میدونم اومده اینجا چیکار؟ قرار شاه ما و شاه آمریکا با هم شام بخورن. ها پس مهمونیه. چته تو هم که میخه تلویزیون شدی به کارت برس بپر استکانا رو جمع کن. مگه این روزا میشه از پس این گرونی بر اومد؟ همین دیروز صبح زود رفتم کارگزینی میگم بابا خودتون بیان حساب کنین اگه تونستین خرج دخل رو جور کنین من حرفی ندارم. چی گوش میدی؟ ای خدای بزرگ 30 سال جون بکن بعدش هم هیچی. جون بچه هام وقتی میرم بانک حقوقم رو بگیرم قیافه زنم بچه ها صابخونه چه میدونم قصاب و بقال و چقال و هر کس و ناکس از جلوم رژه میرم. جلوی منم رژه میره اونم چه ریشی؟ عجب ماشینی ها کلی قیمت داره همه چی توش داره. حساب ما چقدر میشه؟ 5 تومن جونم. خدافظ سلامت. چی شده؟ پلیس پشت سرمون داره میاد. چند تا؟ یه موتور سواره راهنماییه. یواش کن. اگه پیچید جلوت نگردار. خیلی عادی باهاش حرف میزنی. اگه عوضی رفت میزنیمش.
بزن کنار. گواهینامه. خلافی کردم جناب سروان. چه خلافی از این بالاتر؟ سر چهارراه چراغ قرمز رد کردی، اونم با 70 کیلومتر سرعت. جناب سروان مادرم حالش به هم خورده، بهم تلفن کردن، اصلا متوجه چراغ قرمز نشدم. حالا 100 تومن جریمه میدی که متوجه بشی. بیا اینم قبضت. پمپ بنزین این طرفا کجاست جناب سروان؟ تو خیابون پایینی دست چپ. کوچه امن علی علامت داد. چند دقیقه دیر اومدین؟ برای من یه مشکل جزئی پیش اومده بود. چه مشکلی؟ حل شد. مشکل امنیتی بود؟ نه، تدارکاتی بود. بگذارین گزارش کارو بدین. شناسایی پان امریکن تموم شد. افرادی که مشخص شده بودن تمرین کردن. بمبام حاضره. چیزی توی تمرین تغییر نکرد؟ تغییر نه، فقط مجبور شدیم یکی از خونه‌های کیمی رو تخلیه کنیم. موقع تنظیم بمبا یه انفجار رخ داد که مجبور شدیم فوراً سینی رو از پنجره بندازیم تو حیاط تا رد صدا گم بشه. کسی متوجه شد؟ فکر نمی‌کنم، منتها محض احتیاط خونه رو تخلیه کردیم. محل جدیدی گرفتین؟ نه، گیرمون نیامد. مجبور شدیم به یکی از خونه‌های امن منتقل بشیم. در هر صورت باید به همه آماده باش داد. یک، به خاطر ترور مستشار آمریکایی. دو، به این دلیل که ساواک با آمدن نیکسون مراقبتش بیشتر شده. تو چیکار کردی؟ شناسایی مقر ساواک تکمیل شده. به وسیله یکی از رفقا که در اون ساختمان نفوذ کرده میتونی وارد اونجا بشی. ما هم برای انفجار دکل آماده هستیم. نقشه انفجار دکل عوض شده. در رابطه با تدارکات چیکار کردیم؟ قسمت تدارکات مواد منفجره رو در اختیار تمام تیم‌ها برای عملیات گذاشته. کاغذم برای قسمت تبلیغات فراهم شده. منتها از نظر مالی خیلی تو مزیقه‌ای. قبلا با رفقای دیگه صحبت شده. فوراً باید یه بانک مصادره بشه. تو این موقعیت فکر نمی‌کنی ضربه پذیر باشه؟ وقتی مردم همکاری نکنن هیچ کار دیگه‌ای نمیشه کرد. در حال حاضر ضربه پذیریمون با این دستنگی به اندازه کافی هست. خیلی از کارا خوابیده. حتی مجبور شدیم بعضی از موارد امنیتی رو ندیده بگیریم، چون که برای عادی سازی به امکانات بیشتر احتیاج هست و امکانات هم برای ما فقط با پول آماده میشه. رفقا، متاسفم که این خبر رو مجبورم در چنین لحظه‌ای عنوان بکنم. یکی از رفقا که برای گرفتن پول از مرز خارج شده بود، موقع مراجعت شناسایی و دستگیر شد. پس میبینیم که دیگه چاره‌ای نیست و ما به پول احتیاج داریم. قبل از اون به امنیت احتیاج داریم. به همین دلیل من مخالفم. تو تکروی میکنی؟ من فقط نظرمو میدم. وقتی سازمان به یک نتیجه ای رسید، تو حتی اگه با اصلش هم موافق نبودی مجبوری فکرتو در جهت جزئیات طرح به کار بندازی. میترسم با این عملیات که بیش از ظرفیت ماست خود سازمان به خطر بیفته. این فقط 50% قضیه است. اگه سازمان بعد از این همه مدت طولانی دست به عملیات نزنه، مردم فراموشش میکنن. حالا مطمئن نباشی اصلا شناخته باشنش تا بخوام فراموشش کنم. رفقا، یه چیز دیگر هم نباید فراموش کرد. الان مدت 4 ماهه که تمام کادرهای تبلیغاتی سازمان دست رو دست گذاشتن و تماشا میکنن. برای تبلیغات احتیاج به عملیات هست. باید اول کاری کرد. در جلسه دیروز جنبندی مسئولین نتیجه خیلی خطرناکی رو برای ما روشن کرد. ضرباتی که بدون هیچ کاری به ما خورده توی روحیه کلیه اعضا تاثیر منفی گذاشته. این عملیات غیر از اینکه از نظر سیاسی برای ما مهمه، از نظر درونی هم مشکل گشاست. حتی بسیاری از مشکلات فکری رو هم
که ریشه اصلیش خصلت‌های منفی بچه هاست میتونه برطرف کنه. ضمناً با آمدن نیکسون تمام خبرنگارا برای یه مدت کوتاه هم که شده حواسشون به ایران جلب میشه. گذشته از این بعضی از عملیات رو ما برای حفظ تشکیلاتمون باید انجام بدیم. اینطور که شنیدم علی گفته من دکل رو منفجر نمی کنم، برای اینکه ممکنه بیمارستان ها دچار مشکل بشن و چون آدم مناسبی برای این کاره مجبور شدیم که بهش دروغ بگیم که بیمارستان ها خودشون موتور برق دارن. در هر صورت تصمیم ها قبلا گرفته شده. هیچ قراری حتی با سمپات ها نباید دیرتر از 6 ساعت یک بار باشه. قرارهای 48 ساعته دیگه به هیچ وجه مطمئن نیست. اگه کسی صحبتی نداره من از طرف مرکزیت سازمان شروع عملیات رو از این لحظه اعلام میکنم. در مورد انفجار دکل ما باید چیکار کنیم؟ نقشه عوض شده. به جای انفجار 3 دکل اصلی باید منفجر بشه. با انفجار دکل اصلی 2 هدف رو تعقیب میکنیم. 1 تخریب خود دکل. 2 تاریک کردن یک منطقه وسیع جهت انجام دادن چند عملیات. دکل اصلی در تقاطع 2 مسیر نیرو قرار داره. شما باید با احتیاط کامل از این مسیر 5 کیلومتر وارد جاده خاکی بشین
از مرکز به شاهین. از مرکز به شاهین. از شاهین به مرکز. از شاهین به مرکز. بگوشم. شاهین موقعیت خودتون رو گزارش بدید. ما در موقعیت 7 هستیم. شاهین شنیدم. تمام. مرکز اینجا شاهین. از شاهین به مرکز جواب بدین. از مرکز به شاهین بگوشم. موقعیت 7 عادی. در موقعیت 9 با شما تماس میگیریم. تمام. شنیدم. دور بزن. اون یارو رو خودشه. ببینم. کوشش اونجا بود. با مرکز تماس بگیر. میرم دنبالش. از شاهین به مرکز. از شاهین به مرکز. در موقعیت 9 متهمی رو با این مشخصات شناسایی کردیم. نام امیر، شهرت. سوار اون تاکسی شد. برو دنبالش. برو. از شاهین به مرکز. از شاهین به مرکز. بگوشم. از مرکز به شاهین بگوشم. در موقعیت 9 متهم سوار تاکسی شد. ما به دنبال اون هستیم. نام امیر، شهرت رستمی، نام مستعار حمید، شغل دانشجوی اخراجی، اتهام عضویت در گروه خرابکاری. هر چه زودتر متهمو دستگیر کنید. این افسرهای راهنمایی کجان؟ چرا اینا رو جریمه نمی‌کنن؟ خیلی تون میره. بگیرمش؟ نه، فقط مواظب باش گمش نکنی. برگ مشخصاتش نوشته مسلم هست. آره. یواش کن، میخواد دیگر داره. بیشرف پیاده نشد. را بیافت. میخواین بپیچم جلوش؟ خیلی راحت میشه این کار کرد. نه، این کار خطرناکه. طرف مسلحه. میریم دنبالش تا پیاده بشه و بعدش تو هم مأمور گرفتنشی. فاصله تو باش کم کن. از مرکز به شاهین. از مرکز به شاهین. شاهین بگوشم. شاهین موقعیت خودتون رو گزارش بدید. در امتداد موقعیت 9 در حال تعقیب متهم هستیم. بگوشم. شاهین تعقیب رو ادامه بدید. شنیدم. تمام. یواش کن، داره نگر می‌داره. خودشه. پیاده شد. میتونی بری دنبالش. سعی کن از پشت بگیریش. منم از جلو میام. باشه.
کار کرد؟ آروم باش. برش کنید. ما پلیس هستیم. رابیا با مرکز تماس بگی بگو متهمو گرفتیم. از شاهین به مرکز. از شاهین به مرکز. متهم در موقعیت 9 بدون درگیری دستگیر شد. ما الان به طرف پایین در حرکتیم. تمام. این کیه؟ حمید دکتر، همون که مشخصاتشو گزارش دادی. دار سگ چه صافت تیکه تیکات میکنم، کاری میکنم که بچگیات هم بگی. لعنتی. دکتر جون برای چی خودت ناراحت میکنی؟ بلش کن. بلند شو. ببریدش تو بند. بیا بریم بالا. بیا اعصابتو خراب نکن. نگهبان چنده؟ 4. چه مرگته؟ در واکن برم دستشویی. نگهبان بیا زندانی جدید رو تحویل بگیر. مگه نوبتتو نرفتی؟ چرا ولی ناراحتم. نمیشه. ببرش سلول 7. یلا بجون چه خور چه صافت ناسلامتی تو چریکی خاک مدر سوخته بیوزه بادو بینم بادو نوبت باشه یلا هری بادو بینم لعنتی چه صافت حمید؟ بله. بیا بیرون، باید بری بازجویی. پشت به در بیا بیرون. بریم. بیا.
ببندش به تخت. مثل این که حرف زدن یادت رفته. اشکالی نداره، خودم یادت میدم چطوری حرف بزنی. قرارت کیه؟ حرف بزن! حرف بزن لعنتی! حرف بزن! بگو! حرف بزن! بگو لعنتی! حرف بزن! کثافت! چطوری؟ خوش میگذره؟ خبرای خوش برات دارم. فکر میکنی چه جور خبری باشه؟ عروسی مادرت باشه خوبه؟ بدبخت از رفقای دوستت هیچ کدومشون زنده نموندن. آرزوی پولای بانک به دلشون موند. اینم اعلامیه‌ای که میخواستین تو بانک پخش کنین. به این شرف پست اگه حرف نزنی تیکه تیکت میکنم. اگه حرف نزنی تیکه بزرگت گوشته. میفهمی؟ خب نگفتی قرارت کیه؟ حرف بزن که بگو که حرف نمیزنی نه؟ حرف نمیزنی نه؟ حرف نمیزنی؟ حرف نمیزنی؟ حرف بزن بگو 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 حرف بزن بگو 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 حرف بزن حرف بزن حرف بزن! حرف بزن! حرف بزن لعنتی! حرف بزن! حرف بزن لعنتی! کثافت! حرف بزن! حرف بزن! دبت
الو سلام، من بهروزم. حمید سر قرار حاضر نشده، یه رو به که منتظرشم. چیکار باید بکنم؟ فوراً جاتو عوض کن، برو 2 تا خیابون بالاتر توی یک کوچه فرعی. علی با یه وانت میاد اونجا. دیگه هم با من تماس نگیر. بعد از عملیات خودم بهت زنگ میزنم. باشه. سلام، بفرمایید. برای تعمیر فنکوئل اومدیم. بله، منتظرتون بودیم. ببر نشونشون بده. تو پشت در مواظب باش، اگه خبری شد علامت بده. از این شروع میکنیم. زودتر بچه.
بی شرف، تو قرار تو دروغ میگی، دروغ. ما رو مسخره کردی. راستشو بگو بی شرف. بگو حرف بزن، حرف بزن بی شرف، حرف بزن. دکتر بهوش شد. بهوش بیاریمش. برو یه پارچه آب بیار. اون کترم بیار. برو. دیگه ازت نمیخوام حرف بزنی. برای من فرقی نمیکنه. حالا فرزانم که گفتی خونه تیمیتون کجاست، چی گیر من میاد؟ 2 تا اتاق خالی. آخرش کار خودتو کردی. تو با این کارت پیش رفقات سربلند شدی، ولی من پیش رئیسم اومدم پایین. تو منو بیچاره کردی، منم تو رو بیچاره میکنم. میفهمی یا نه؟ دیگه برای اطلاعات نمیزنمت، برای انتقام میزنمت. اینقدر تا بمیری. الان درست 15 ساعته که دارم میزنمت، ولی تو حرف نزدی و قرار تو سوزوندی. ولی بازم میزنمت بی شرف. ساختمان نبش خیابون طبقه 2 خونه ماست. من میرم بالا. اگه امن بود با پرده علامت میدم، بعد تو بیا. یادت نره طبقه 2. دور و برتم خوب مواظب باشه. باشه برو. کسی ندیدت؟ نه. این شبا باید خیلی مواظب باشی. هم شبا هم روزه. خونتون جای خوبیه؟ آره بد نیست. تو جنوب شهر صلاح نبود، خیلی شلوغه. بشین. کارمون چطور بود؟ خوب بود. فکر نکنم بهتر از این میشد.
بالاخره صبح معلوم میشه. این توپ فردا صدا میکنه. آره مثل توپ صدا میکنه. تو کی خبر شدی که باید جای حمید بیای؟ نیم ساعت قبل از اینکه بیام پیش تو. بچه‌ها گفتن حمید سر قرار حاضر نشده، تو به جاش برو. آره هرچی تو خیابونی که قرار داشتی منتظر شدم نیومد. نگران شدم به بچه‌ها تلفن کردم. تا به حال سابقه تأخیر داشته؟ تا حالا سابقه نداشته، حتی سر قرار عادیش هم دیر بیاد. این که قرار عملیاتی هم بوده. تو فکر میکنی چه اتفاقی براش افتاده؟ نمیدونم، میترسم گرفته باشنش. اگه گرفته باشنش ممکن اقرار کنه؟ نه یعنی به این زودی یا نه. لااقل باید 12 ساعت مقاومت کنه. بعدش هم ما باید جاهایی رو که اون میشناسه تخلیه کنیم. اینجا هم بلده؟ آره اینجا خونه تیمی من و اونه. حالا معلوم نیست حتما گیر افتاده باشه. هر حال احتیاطو نباید از دست داد. از حالا به بعد باید چیکار کنیم؟ فقط باید منتظر بشیم تا تلفن 3 بار زنگ بزنه. بعدش هم بریم اعلامیه ها رو پخش کنیم. اعلامیه ها درباره عملیاته؟ آره. چیه؟ ناراحتی؟ ناراحت که نه، ولی میترسم حمیده گرفته باشن. از چند ساعت قبل بچه ها ندیدنش؟ 4 ساعت قبل از قرار. پس با این حساب هنوز 7-8 ساعت وقت داریم تا جامون تغییر بدیم. آره. نکنه میترسی مقاومت نکنه زودتر حرف بزنه ها؟ خفه شو، اون آدم زرش کشیده ایه. اگه بنا بشه جامون عوض کنیم چیزی هم جاسازی شده که درش بیاریم؟ یه چمدون اونجاست که اعلامیه ها مسلسل توشه. کوکتلام این بغله. یه سری نقشه مناطقی که شناسایی کردیم زیر 4 پایه است. یه نارنجک هم زیر میزه که جاسازی کردیم. کجای میز؟ زیر اون پایه. بیا نگاه کن. اینا اینجاست. خوب جاسازی شده. جای خوبیه. فکر خودم بوده. ببینم دستشویی کجاست؟ تو راه رو دست راست. مهر داریم؟ مهر؟ آره مهر نماز. نه نداری. حرف بزن. حرف نمیزنی پدر سوخته بی شرف. چیزی نمیگه قربان.
فکر کنم دلش برای شما تنگ شده دکتر جون. شاید بخواد به شما بگه. بخوابونش. خب الله اکبر. الله اکبر. الله فکر نمی‌کنی از وقتت بتونی بهتر استفاده کنی؟ منظورم اینه که تو میتونی بیشتر مطالعه کنی. با همین نمازو که مرتب هدف اصلی رو به یاد میارم. الان بی نماز امکان نداره تو زندگیش نلغزه. این اسلحه ها از کجا میاد؟ از مردم زحمتکش جاهای دیگه. مردم زحمتکش جاهای دیگه؟ مگه خودشون به اینا احتیاج ندارن؟ نه، یعنی حالا دیگه نه. اونا قبلا از اینا استفاده کردن، حالا دیگه پیروز شدن. در مقابلش چه چیزی میخوان؟ هیچی. ما اونا نداریم. زحمتکشای دنیا همه یکسانن. اگه اینطوره پس چرا این همه روی ما معامله میکنن؟ چه معامله ای؟ از میرزا کوچک خان گرفته نکنه میخوای همون حرفایی رو که خودت یه نفری اعلامیه کردی و پخش کردی بزنی؟ تو از کجا میدونی؟ خیلی وقتی که بچه ها میدونن، اما گذاشتن سر یه فرصت مناسب تا راجع بهش باهات صحبت کنن. مواظب باش چیزی رو اشتباه ننویسی. کروکی خونرم بکش، علامت سلامتی خونرم بنویس. نوشتم. میدونی اگه اشتباه نوشته باشی چی میشه؟ آره. خوبه که فهمیدی بوزینه. ساعت 5 صبح باید عملیات انجام بشه. تا اون موقع وقت زیادی نداریم. بهتر حواستون رو جمع کنیم. آقایون، منطقه مورد نظر در محدوده کلانتری یوسف آباد، خیابان محمد رضا شاه، خیابان 26، پلاک 15 است. همه متوجه شدن؟ محل مورد نظر رو باید از ابتدای میدان کلانتری تا ابتدای خیابان 22 ببندیم. خیابان‌های 28، 26، 24 رو از دو طرف باید ببندیم. سر تا سر خیابان چرستون و داریوش رو هم میبندیم. دستورات دقیقاً باید اجرا بشه. کسی سوالی نداره؟ نه. این تو که ننوشته ما کجاها رو منفجر میکنیم. درسته. قرار بود فقط تعدادشون رو به اطلاع مردم برسونیم. مردم از کجا بفهمن ما برای چی اونجاها رو منفجر میکنیم؟ این فقط اطلاعی است، بعداً توضیح میدم. اون ساختمونه که بمب گذاشتیم همش باید منفجر بشه؟ همش که نه. ببینم اگه تو جلسه‌ای که راجع بهش صحبت می‌کردیم نبودی؟ نه، تو جلسه نبودم، فقط به طور کلی بهم گفتن.
بعد از 3 بار باید قطع میکرد. چرا قطع نکرد؟ شاید کسی دیگه؟ کسی دیگه این شماره اینجا رو نداره. حتما عوضی گرفتن. اونم این وقت. میگه کیه؟ شاید بچه ها. الو؟ سلام. نه حالم بده. هی علی بچه ها، اون ساختمون منفجر نشد. چی میگی؟ منفجر نشد؟ طبق نقشه باید ساعت 6:30 منفجر میشد، ولی هنوز منفجر نشده. به احتمال زیاد ساعت بمب درست تنظیم نکردیم. صبر کن یه دقیقه صبر کن ببینم. ولی مگه ساعت تنظیم نکردی؟ ساعت؟ کدوم ساعت؟ بمب دیگه. نه مگه قرار بود که من تنظیمش کنم؟ نه میگه نه. حدس میزدیم که علتش باید همین باشه. پس با این حساب بمب خود به خود ساعت 8:30 منفجر میشه. سعی میکنیم بیاییم اونجا یا باهاتون تماس بگیریم. خیلی خوب باشه. زودتر بیاییم. چی شده؟ گفتم چی شده؟ ساعت بمب درست تنظیم نشده. به جای 6:30 8:30 منفجر میشه. 8:30؟ خدای من. یعنی درست موقعی که کارمنده و مردم جمع میشن تو طبقات اون ساختمون. پس چرا تنظیمش نکرده بودن؟ مگه کار از رو برنامه نبود؟ چرا قرار بود حمید بمبو تنظیم کنه. به تو هم که نگفته بودن. نه به من چیزی نگفته بودن. خب حالا باید چی کار کنیم؟ نمیدونم. در واقع هیچی. یعنی وایسیم بذاریم اونجا همینجوری منفجر بشه؟ پس آخه مردم چی؟ چاره ای نیست. چطور چاره ای نیست؟ من که میرم. کجا؟ تا دیر نشده باید اون بمب خونسا کرد. به همین زودی نمیشه تصمیم گرفت. وقت داره میگذره تا بیای تصمیم بگیری اونجا منفجر شده. ولی تو نباید بری. من باید برم. مردم نباید طوری بشن. صبر کن یه کمی بیشتر فکر کنیم. اگه حرکت نکنم مردم کشته میشن. تنها راهیم که وجود داره اینه که ما جلوی کشته شدن اونا رو بگیریم. این که دیگه فکر نمیخواد. تا برسی اونجا هوا روشن شده و کار از کار گذشته. نه نگذشته. میشه مردم رو خبر کرد. میشه داد زد اونجا بمب داخل نشین. هیچ میفهمی چی داری میگی؟ تو داری دیوونگی میکنی. ما نمیتونیم به تنهایی تصمیم بگیریم. چرا نمیتونیم؟ من حاضر نیستم باعث مرگ مردم بشم. ببین رفیق، من و تو نباید احساساتی بشیم. ما جونمونو برای نجات مردم توی دستمون گذاشتیم. خب مبارزم که مهمونی رفتن نیست. میفهمم که مبارزه مهمونی رفتن نیست. پس چی داری میگی؟ میدونم که مبارزه کردن قربونیای زیادی لازم داره، اما حرف من سر اینه که ما نباید مردم بیگناه به کشتن بدیم. میگم چطوره یه دوره دیگه مرور کنیم و ببینیم کجای کار اشتباه بوده. ببین اول قرار بود من و حمید اون بمب کار بذاریم. تو هم رزرو ما بودی که اگر احیانا اتفاقی افتاد جای یکی از ما بیای. قرار بود حمید بمب از بچه ها بگیره و بیاد سر قرار. بمب برای ساعت 6:30 باید تنظیم میکردیم. تو هم که خبر نداشتی. و چون بمب تنظیم نشده اتوماتیکمان ساعت 8:30 منفجر میشه. تو هم که اطلاعی نداشتی. نه من از جریان هیچ اطلاعی نداشتم. خب پس اشکال از بچه هاست. آخه برادر من، رفیق من، چرا بی خودی وقتو تلف میکنی؟ اشکال ما فعلا داره سر مردم خراب میشه. به نظر من اینجور اشکالا اجتناب ناپذیره، جبره. میفهمی؟ حالا چی؟ خونسا کردنش هم اجتناب ناپذیره، اونم جبره؟ تو مبارزه لحظاتی پیش میاد که باید جون خودمونم بدیم. این مسئله با اون فرق میکنه. ما باید برای انقلاب آمادگی هر کاری رو داشته باشیم. تو با هر وسیله‌ای میخوای پیروز بشی، حتی با کشتن مردم. من فقط میدونم که برای کشتن مردم پیش شما نیومدم، برای رضای خدا و نجات مردم اومدم پیش شما. دیگه نمیتونم قسم بخورم که شما برای چی اومدین. برای هر چی که هست فعلا دارین راهتون رو اشتباه میرین. با این حرفایی که میزنی تشکیلات رو به خطر میندازی. اگه جون مردم به خطر بیفته چی؟ اون اشکالی نداره؟ مردم رو باید تعریف کرد، چون هر کسی از مردم یه جوری برداشت داره. اگه منظور تو از مردم اونایی که مشغول زندگی کردنشونن که حرف صحیحی نیست. این مردم تا وقتی که انقلابی نشدن عملا در خط رژیم حرکت میکنن. هرچند که جون میکنن ولی در حقیقت عمله رژیمن.
حرفایی هم که میزنی مثل راهی که میری اشتباهه. سر یه موضوع کوچیک داری راه انقلاب رو نفی میکنی؟ ماشین های شماره 1 و 2 موقعیت خودشون رو گزارش کنن. ما در ذیل غربی محل مورد نظر مستقر هستیم. ما در ذیل شرقی محل مورد نظر مستقر هستیم. ماشین شماره 1 با احتیاط وارد ساختمان بشین. ماشین شماره 2 با احتیاط وارد ساختمان بشین. زیاد خشونت به خرج ندیم بچه‌ها، شاید بشه همونجا ازشون حرف کشید. تمام افراد بالا مستقر شدن. دلیلت برای خودت خوبه. علی مجبورم نکن. یعنی اگه بخوام برم تو واقعا منو میزنی؟ گفتم اگه بخوام برم تو واقعا منو میزنی؟ اگه تو مجبورم نکنی نه. ببین علی، اگه بری یه کار غلط که نه، اگه یه کار حساب نشده انجام بدی میدونی چی میشه؟ خودت که بهتر از من این حرفا رو بلدی. اگه به منافع تشکیلات ضربه بخوره بچه ها اومدن، بهتره که تو رو واگذار کنم به اونا. وایسین کنار. کس دیگه این است. برو اطلاع بده، بگو همه چیز درست شد. خونه رو بگردین. مواظب جفتشون باش. کلاشینکوف هم دارم.
اینم هست قربان. بذار سر جاش. باروت و سراحی هم دارن قربان. ورشون دار ببر. وضعتونم که رو براست. اونطورم بگرد. بله. بشونشون رو تخت. یه چقدر پول. معلوم نیست چند تومان کو زدن. بده ببینم. ممکنه فکر کنین من از پشت کوه اومدم و از هیچی خبر ندارم. لازمه بهتون بگم که از خیلی چیزا اطلاع دارم. یعنی تقریبا از همه چیز. مثلا اسم تو علیه و اسم تو بهروزه. قبل از اینکه باز فکر کنید غیر از این چیزی نمیدونم، بذارین بگم که علی و بهروز فقط اسم مستعار شماست و الا خودتون هم اسم واقعی همدیگر رو نمیدونین. درسته؟ شما مقاومتتون رو بکنین و الا از قهرمان بودن میافتین. همتون همین جورین. اولش حرف نمیزنین. حتی اگه ازتون بپرسن لباسی که تنتونه چه رنگیه جواب نمیدین. اما وقتی که موقعش بشه از سیر تا پیازو تعریف میکنین. این یکیشه. این کاغذها فقط نصف اون چیزاییه که یکی از رفقای انقلابی شما نوشته. الان 1 ماهه که داره مینویسه. در وهله اول حتی حاضر نبود زیر شلاق جیغ بکشه. اما حالا چنون بریده که از یک تلنگر به گریه میفته. گمان نمی کنم خیلی طول بکشه تا مثل اون بشی. قیافت که اینجوری نشون میده. ولی از من حرفی در نمیاد. خیلی خوب باشه. شما حرف نزنین. من حرف میزنم. اونقدر بهتون اطلاعات میدم که مجبور بشین خودتون به حرف بیاین. بهتر اول بگم چجوری اینجا رو گیر آوردیم. خیلی راحت. حمیدو که میشناسین؟ ما حمیدو از مدت‌ها پیش تعقیب میکردیم، ولی دستگیریشو گذاشته بودیم برای یک موقع مناسب. مثلا یه همچین روزایی که شما آتیش بازی را میندازین. قبل از اینکه بیایم سراغ شما رفتیم سراغ اون ساختمون که شما دوتا توش بمب کار گذاشته بودیم. پس اون بمبو خونساش کردین؟ خونسا؟ نه، لزومی نداشت. اتفاقا کار بسیار به جایی بود. ما مدت هاست که منتظر یه همچین جاهایی هستیم. تنها کاری که ما کردیم اینه که دوستان خودمون رو از اونجا آوردیم بیرون. البته خیلی بی سر و صدا. از قضا ساعت مناسبی رم انتخاب کرده بودین. اونو بذارش کنار، چیز مهمیه. ولی در تنظیمش اشتباهی رخ داده. در اصل منو بود ساعت 6:30 منفجر بشه. نه، این بد سلیقگیه. ساعت 8:30 بهترین موقع است. هم مردم اونجا جمعن، هم یه مش کارمند علاف، یا به قول شما زوائد ناشی از بروکراسی. ولی باید ما اگه اقلامونم روی هم دیگه میریختیم نمیتونستیم یه همچین ضربه‌ای به شما بزنیم. در نظر بگیرین وقتی اون ساختمون به اون بزرگی خراب بشه و بریزه رو سر مردمی که اونجا هستن چه معرکه‌ای میشه. تیتر روزنامه‌های فردا رو در نظر بگیرین. ساختمان بزرگ چند طبقه به دست خرابکاران منفجر شده. خرابکاران از مدت‌ها پیش نقشه تخریب این ساختمون رو کشیده بودن. در جریان این خرابکاری حدود 100 نفر که بیشترشون زنان و کودکان بیگناه بودن کشته شدن. همه میدونن کار شماست.
دیگه اینجوری با من صحبت نکن. با این کاری که میکنین از این به بعد حتی جرأت اعلامیه دادنم پیدا نمیکنین. هر طوری شده نباید اون ساختمون منفجر بشه. بستگی داره به این که در مقابلش چی گیر ما بیاد. ما که چیزی در حال حاضر نداریم که باهاش معامله بکنیم. چرا؟ هنوز اونقدرام گدا نشدین. مثلا شما میتونین به ما جاهای دیگه ای رو که بمب گذاشتین نشون بدین تا در عوض ما هم از خیر اونجا بگذاریم. شما خودتونم میدونین که حرف نزن. خودتونم میدونین که اطلاعات ما زیاد نیست. در این صورت معامله باطله. اون ساختمون منفجر میشه. من یعنی دقیقاً اطلاعی ندارم ولی وقتی کلی بحث میکردیم که کجاها رو میشه منفجر کرد یه جاهایش یادم مونده. خب حالا شد یه چیزی. علی حرف نزن. حرف نزنم که مردم تیکه تیکه بشن تا این اراذل پست به هدف خودشون برسن؟ تو داری با همین اراذل پست همکاری میکنی. کاری که تو میکنی بیشتر همکاریه تا کار من. اگه اونجا منفجر بشه غیر از این که مردم کشته میشن به خود ما هم ضربه میخوره، مگه نه؟ مردم اینا رو میشناسن، میفهمن کار خودشون بوده. ولی ما خودمون چی؟ خودمون که میدونیم در این مورد مقصر کیه. مگه ندیدی که گفت ما منتظر یه همچین روزایی بودیم؟ پس بعید نبود که خودشونم این کارو بکنن. فعلا که ما داریم این کارو میکنیم. اگه این کارو بکنی خیانته. من یا خودت راجب من اینطور حرف نزن. من گوشم به این جور شعارا عادت کرده. زبون تو هم همینطور. تو تاریخ مبارزه خیانت تو ثبت میشه. به جای این که مثل یک قهرمان راجب تو حرف بزنن مثل یک خائن میشناسنت. اما اگر حقیقت رو بدونن تو رو یه خائن میشناسن. ای خائن پس فطرت! من حاضرم بهتون بگم، ولی از کجا مطمئن بشم که شما سر قولتون وای میسین؟ در هر صورت فکر میکنم مجبوری که به حرف ما اعتماد کنی. یعنی راه دیگه ای نداری. دیدی گفتم اینا پس فطرتن؟ خودم میشناسمشون. پس میخوای که اونجا منفجر بشه؟ اگه بگم مگه نمیشه؟ قول شرف میدم که منفجر نشه. به چیزی که نداری چجوری قسم میخوری؟ باریکلا علی، دارم بهت امیدوار میشم. خوب شد که زود به خودت اومدی. زودتر تصمیم تو بگیر. من حاضرم بگم، ولی اول باید کمی فکر کنم. فکر کنی؟ باشه، هنوز وقت هست. فکر کن. اینجوری درست نمیتونم فکر کنم. بگو دستامو باز کنم. ولی شما که خوب ما رو گشتیم میتونی بگی مراقبم باشم. دستشو باز کن. اگه من حرف بزنم از کجا میفهمین که اطلاعات من درسته؟ خیلی ساده، فقط با یک تلفن. پس با این حساب منم حق دارم از تلفن استفاده کنم. میخوای با کی تماس بگیری؟ با افراد اون ساختمان. خیلی خوب. برو پشت اون میز بشین و هر چی که میدونی بنویس. چی میتونه باشه؟ من چه میدونم؟ خیلی راحت صحبت میکنی. مواظب باش که حرف عوضی نزنی. الو، سلام. حال من خوبه. اینا هم گیر افتادن. چرا قطع کرد؟ من چه میدونم؟ قبل از اینکه ساعت 8:30 برسه 2 بمب دیگه باید منفجر بشه. من جای اونا رو بهتون میگم. بعد که مطمئن شدین بمبای اون ساختمون از کار بندازین. منم با یه تلفن مطمئن میشم. باشه، اما باید بعد از اون فوراً جاهای دیگر رو بگی. خیلی خوب، منم موافقم. تو خیانت کردی. من مردم رو نجات میدم. کاش که همون موقع که میخواستی بری کشته بودمت. کاش که راهتون رو درست میرفتین. تو فکر میکنی راهی رو که داری میری درسته؟ تا وقت نگذشت اون دوچارا بگو. یکی دکل اصلی منطقه جنوب تهران، یکم دفتر هواپیمایی پن امریکن. اولی ساعت 7:30 منفجر میشه. یه رو بعدم دومی.
الو کیوان. بله یادداشت کنید. اولی ساعت 7:30 دکل اصلی جنوب تهران. دومش 1 ربع بعد دفتر هواپیمایی پن امریکن. اگه این اطلاعات درست بود بمبای اون ساختمونم خنثی کنید. دفتر هواپیمایی پن امریکن ها حدس می‌زدیم بمب بذارن، به همین خاطر مأمور فرستادیم اونجا. نتیجهشو بهت زنگ میزنم. موفق باشی. بله قربان. اکیپی که رفته بودن دفتر هواپیمایی پن امریکن چیکار کردن؟ چند لحظه پیش با بیسیم تماس گرفتم قربان. 2 تا بمب بود که خنثی کردن. دکل اصلی منطقه جنوب تهران رو بمب گذاشتن. ساعت انفجار 7:30. فوراً مأمور بفرستید. چشم قربان. چی گفتی؟ درست بود؟ ببینم ترتیب اون ساختمونم دادین؟ نه بعداً خودم زنگ میزنم. خوشم اومد. درست گفتی. خودتو نشون دادی. 100 دفعه به بچه ها گفتم که به درد نمیخوری. اون ساختمون چی شد؟ گفتن که بمبای اونجا رم خنثی کردن. حالا با خیال راحت میتونی جاهای بعدی رم بگی. اول باید مطمئن بشم. البته قولی که دادم به قوت خودش باقیه. ببینم بمب سومی کجا کار گذاشته شده؟ منظورم اینه که وقتش نگذره. دیر نمیشه. بعدیش ساعت 9:30. میدونی تا دوستان ما برسن و پیدا کنن یه مقدار طول میکشه. خب چاره چیه؟ تا منم مطمئن بشم که شما راست میگین یه مقداری طول میکشه. تو برای مردم نمیترسی، دلت برای خودت میسوزه. با این خوش خدمتیات میخوای خودتو نجات بدی و به اینا ثابت کنی که پشیمون شدی تا ولت کنن بری قاطی دیگرون و زندگی تو از سر بگیری. شاید اینطوری باشه، ولی تو مطمئنی که از کشته شدن ترسی نداری؟ اگه مطمئن نبودم منم مثل تو رفتار میکردم. دوست عزیز موقع تلفن توه. ببین چه کسی بهت میگه دوست عزیز. تا وقتی تفکرات خورد بورژوازی تو ذهنت باقیه طبیعیه که دوست عزیز سبک باشی. برای من فقط رضای خدا و نجات مردم مهمه. الو سلام خانم، خواهش میکنم اونجا رو تخلیه کنید. ساواک اونجا بمب کار گذاشت. چرا پرونده تو خراب میکنی؟ مهم نیست، از جهت اطمینان لازم بود. حالا اگه میخواین یادداشت کنین. همون ساعت 9:30 رو میگی؟ نه میخوام همشو یه دفعه بگم که ذوق زده بشی. بس کنده که حالا که اونجا منفجر نمیشه برای چی میخوای بقیه رو بگی؟ مگه نگفته که من خائنم؟ آخه خیانتم حدی داره. مال من هنوز به حدش نرسیده. تا سترش خائن. تکون نخورین. اون کجا بود؟ بندازش زمین. بیاین جلو. میتونیم فرار کنیم علی. فرار امکان نداره. پشت این دیوارا پر از سگای هاره. قول میدم آزادتون کنم. قول شرف میدم. نمیذارم کسی بهتون دست بزنه. بیاین جلو. بهتون قول میدم که آزادتون کنم به شرطی که اون نارنجه. راست میگه علی، اون از دستش ساخته است. دیوونه که نکن علی. تو حرفای اینا رو باور میکنی؟ چطور شد یه دفعه اینقدر ساده شدی؟ خواهش میکنم قول میدم کمکت کنم تا آزاد بشی. تا چند لحظه دیگه هممون آزاد میشیم.